سلامی دوباره خدمت همه دوستان و همراهان کانال زبان دوم. امیدوار هستم در کنار سلامتی شاداب و پر انرژی باشید. امروز هم در خدمت شما هستیم با عبارات بسیار مهم انگلیسی، این بار برای بیان فعالیت‌های روزمره خودمون که همه ما این فعالیت‌ها رو در طول روز یا از صبح تا شب انجام میدیم که خب امروز می‌خوایم بدونیم چطوری میشه اونها رو به انگلیسی بیان کرد. دوستان، لغات یا جملاتی که مقداری دشوارتر هستن برای شما و این رو خودتون احساس میکنید، حتما قلم و کاغذ کنار دستتون باشه و اونها رو یادداشت کنید. بسیار خوب دوستان، کارهای روزمره رو بهش میگیم روتینز. خب از اولین قدم که بیدار شدن از خواب هستش شروع میکنیم. به این جمله میگیم wake up. خب اینجا میخوایم بگیم که من امروز 6 صبح از خواب بیدار شدم. میگیم که today I wake up at 6 in the morning. خب today که میشه امروز، I wake up میشه من بیدار شدم، at 6 in the morning هم میشه در ساعت 6 صبح. پس شد today I wake up at 6 in the morning. معمولا ما بعد از بیدار شدن از خواب دندونهای خودمون رو مسواک میزنیم. به مسواک زدن دندان ها میگیم brush the teeth. میشه مسواک زدن دندان. دوستان، من روزی 3 بار یا 3 مرتبه مسواک میزنم. I brush my teeth 3 times a day. بسیار خوب. به صبحانه خوردن میگیم have breakfast. خب در اینجا میخوایم بگیم که دوست داری با من صبحانه بخوری؟ میگیم که do you like to have breakfast with me? میشه که دوست داری با من صبحانه بخوری؟ شانه کردن مو میشه combing hair. موهامو شونه کردم یا موهامو شونه زدم. میگیم که I combing my hair. معمولا بعد از شانه زدن موها خب ما حموم میکنیم. به حمام کردن میگیم take a bath. کی رفتی حموم یا کی حموم کردی؟ When did you go to the bathroom? میشه کی حموم کردی یا کی به حموم رفتی. به لباس شستن میگیم wash clothes. من اغلب جمعه لباس میشورم. I often wash clothes on Fridays. رفتن به سر کار go to work. حالا میخوایم بگیم که تو مجبور نیستی امروز بری سر کار. You don't have to go to work today. خب بسیاری از ما دوستان معمولا بعد از سر کار برای خرید کردن به فروشگاه ها میریم. حالا رفتن برای خرید میگیم go shopping. حالا میخوایم بگیم که امروز باید برم خرید کنم.
میگیم که I have to go shopping today. I have to go shopping today. I have to go shopping today. همونطور که اکثرتون میدونید به ناهار میگیم lunch. 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 حالا به خوردن ناهار یا ناهار خوردن میگیم eating lunch. eating lunch. eating lunch. اون تی دوستان اینجا دی خونده میشه. eating lunch. بسیار خوب. به جارو برقی زدن میگیم vacuum the floor. vacuum the floor. vacuum the floor. حالا میخوایم بگیم که من هفته یک بار جارو برقی میزنم. اینجا میگیم I vacuum the floor once a week. I vacuum the floor once a week. I vacuum the floor once a week. حالا به گشتن در اینترنت یا همون وبگردی میگیم browse the internet. browse the internet. browse the internet. خب به تاکسی گرفتن میگیم take a taxi. take a taxi. take a taxi. خب میخوایم بگیم که بهتره یه تاکسی بگیرید. better take a taxi. better take a taxi. better take a taxi. رفتن به باشگاه go to the gym. go to the gym. go to the gym. حالا میخوایم بگیم که هر روز بعد از ظهر به باشگاه میرم. I go to the gym every afternoon. I go to the gym every afternoon. I go to the gym every afternoon. خب اینجا میخوایم ماشینمون رو بشوریم. به شستن ماشین میگیم wash the car. wash the car. wash the car. خب اینجا فرض رو به این میگیریم که کارهای روزانمون رو تموم کردیم و حالا میخوایم به خونه بریم و شام درست کنیم. به درست کردن شام میگیم make dinner. make dinner. make dinner. حالا میخوایم بگیم که من امشب شام درست میکنم. I make dinner tonight. I make dinner tonight. I make dinner tonight. خب معمولا بعدش هم به تخت خواب میریم برای خوابیدن. به رفتن به تخت خواب میگیم go to bed. go to bed. go to bed. حالا اینجا میخوایم بگیم که من ساعت 11 شب به تخت خواب میرم. I go to bed at 11 p.m. I go to bed at 11 p.m. I go to bed at 11 p.m. و در انتهای کار به خوابیدن میگیم to sleep. to sleep. to sleep. خب این بود از عبارات مختلف برای بیان فعالیت‌های مختلف روزمره. امیدوارم مفید بوده باشه براتون. اگر اینطور بود با لایک زدنتون به من انرژی خواهید داد. دوستان شما هم اگر که عبارتی رو در این ویدیو گفته نشد و شما معادل انگلیسیش رو میدونید در قسمت کامنت ها به اشتراک بذارید تا بقیه هم بتونن از اون استفاده ببرن. و یا اگر برعکس کنجکاو هستید که معادل انگلیسی عبارتی رو بدونید میتونید کامنت بذارید. حتما به اونها پاسخ داده میشه. مراقب خودتون باشید. شب و روزتون در کنار خانواده خوش. تا ویدیوهای آینده خدا یار و نگهدارتون.